ملا محمد یعقوب پسر اساسگذار جنبش تندرو طالبان و وزیر دفاع در حکومت از سوی طالبان تشکیل شده افغانستان روز 11 ینور در جریان مشق‌های نظامی نیروهای هوایی طالبان در کابل خطاب به تاجیکستان و ازبکستان گفت هواپیماها و چرخبال‌های را که در پی سقوط حکومت قبلی افغانستان به دست آنها افتادند بدون قید و شرط برگردانند. ملا محمد یعقوب گفت این چرخبال‌ها و هواپیماها مال ملت افغانند و باید برگردانیده شوند. او به تاشکند و دوشنبه هشدار داد که در غیر صورت پس دادن این هواپیماها و چرخبال‌ها به پیامدهای منفی آن بیندیشند. ما به کسی اجازت نخواهیم داد که مال ما را از خود کنند و یا صبر و تحمل ما را امتحان کنند. اگر این هواپیماها و چرخبال‌ها به امارت اسلامی افغانستان پس داده نشوند پیامدهای بدی به دنبال خواهد داشت، هشدار داد ملا محمد یعقوب. ولی وزیر دفاع طالبان شرح نداد که منظورش از پیامدهای بد چیست. مقامات تاجیکستان و ازبکستان به این بیانیه تند تهدیدآمیز نماینده طالبان واکنش نکردند. در این اواخر الکی چند بار است که نمایندگان طالبان از تاجیکستان و ازبکستان پس دادن چرخبال‌ها و هواپیماهای اردوی حکومت قبلی افغانستان را طلب دارند. یادآور می‌شویم روزهای 13، 14 و 15 آگوست سال 2021 در پی سقوط مزار شریف بزرگترین شهر شمال افغانستان و در آستانه سقوط پایتخت این کشور شهر کابل به دست طالبان ده‌ها نفر از خلبان‌های نیروهای هوایی افغانستان اهل خانواده و نزدیکان خود را به چرخبال و هواپیماها بار کرده به کشورهای همسایه فرار کردند. از جمله به حساب طالبان بیش از 40 چرخبال و همچنین تعدادی از هواپیماهای حربی از افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. در بین آنها چرخبال‌های نیز بود که توسط آنها روز 15 آگوست رئیس جمهور قبلی افغانستان اشرف غنی با اطرافیانش ترک کابل کرد. خلبان‌هایی را که به این دو کشور فرار کردند بعداً امریکا توسط امارات عرب به کشورهای برایشان امن انتقال داد، ولی سرنوشت هواپیماهای غنیمت افتاده تا کنون نوروشن باقی مانده است. ماه دکبر فرمانده نیروهای طالبان در ولایت بلخ عطاالله عمری ادعا کرده بود که آنها توانستند شماره از این تکنیک را پس بگیرند، ولی او یگان رقم مشخص نآورد که آیا چند چرخبال و هواپیما را از تاجیکستان و ازبکستان برگرداندند. طالبان ماه آگوست در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف در بین همگی 10 روز توانستند تقریبا تمام قلمرو افغانستان را به دست بیارند و نظام حاکم بر این کشور را به امارت اسلامی عوض کرده حکومت خود را تشکیل کنند.